مردم تغییر نمی‌کنن مگر اینکه خودشون بخوان. عادت آزاردهنده پارتنرت از بین نمیره چون تو بهش غر زدی. قرار نیست رفتارهای غلط دوستت متوقف بشه فقط چون تو نمیپسندیشون. دیدگاه‌های قدیمی والدینت یهو تغییر نمی‌کنه چون تو باشون دعوا کردی. به قول معروف میتونی اسبو کنار آب ببری ولی نمیتونی مجبورش کنی آب بخوره. تو میتونی نظرتو بدی، میتونی تجربتو بگی یا حتی حمایتشون کنی، اما در آخر باید بدونی تغییر از درون میاد. تماشای کسی که عمیقاً بهش اهمیت میدی سخته وقتی که داره بارها و بارها اشتباه میکنه، اما انرژی که برای تغییر بقیه میذاری همون انرژیه که خودت بهش نیاز داری. کار شما این نیست که مردم رو اصلاح کنی. تنها کسی که واقعا میتونید تغییر بدید خودتونید.